سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی. آقا هرچی زمان میگذره آمپر بحران تو نظام ولایتم بالا و بالاتر میره، یعنی قضیه بیخ پیدا میکنه، یعنی کار به جای باریک میکشه. ببینید چه صداهایی از تو استبل ولایت بلند شده، ببینید تو مجلس وحوش چه خبره. مردم آب خوردن ندارن. آخه تا کی باید مالی جور وزارت نیرویی بکشیم که نمیتونن کارشون انجام بدن؟ توی اصل و نسب یه مدیر موندن، چه برسه به 10 موضوع آبرسانی بعد از 36 سال مردم آب خوردن ساده نداره. بلند شدن یه چنین داد و قالایی اونم از مجلس آخونده یعنی چی شده که نماینده های دزد و غارتگر همین رژیم اینجوری از وضعیت پتال نظام پرده برمی دارن؟ 4 شب خواهرای ما مربیان پیش دبستانی جلو مجلس خوابیدن. امروز باید توجه کنیم، مسئولیت داریم. بله، علت اصلی اینه که اعتراض و تظاهرات تا پشت در مجلس آخونده رو رفته، یعنی کار به اونجا رسیده که نوچه‌های هر دو باند رژیم از ترس ترکیدن انبار بارود مجبور شدن که یه چنین ناله‌هایی سر بدن و واسه مهار اوضاع جون بکنن. به همه اینا جرخوردگی عبای ولایت رو هم اضافه کنید. مطابق برخی اطلاعات به دست آمده 1350 میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در تصرف 17 نفر قرار دارد و فقط 125 میلیارد تومان مربوط به بدهی یکی از مقامات سابق قوه قضاییه است. بفرمایید. ابعاد بخور رو ملاحظه می‌کنی؟ تازه این 1 از 1000 هم نیست. باند شیخ فری دست علی گدا و نوچه‌هاشو رو میکنه، باند ولی فقیه هم دست کوسه و اذنابشو. اگر منع فعلی از روی ماجرای کرسنت برداشته شود، نامهای بسیاری مجدداً در رسانه‌ها منتشر خواهند شد و بزرگترین شکست مالی در تاریخ وزارت نفت که به گفته منتقدان نتیجه تحمیل قرارداد از سوی مهدی هاشمی به وزارت نفت برای گرفتن رشوه و کمیسیونی بسیار بزرگ بوده، باعث فراموش شدن نام بابک زنجانی خواهد شد. وقتی زهر تو تار و پود نظام به قلیان در میاد، اون وقت یه چنین شکافایی بیرون میزنه و باندای حکومتی میافتن به جون هم و دست هم دیگر رو میکنن. مثلا اکبر کوسه که پسرش در حال آب خنک خوردن تو اوینه، میره تو نخ تلافی و شعار اقتصادی مقاومتی علی گدا رو اینجوری به سخره میگیره. اتفاقاتی که در دوران تحریم از سوی عده‌ای در داخل کشور افتاد که حقیقتا برای ایران زشت بود و بعضی ها هم دلشون خوش بود که مقاومت میکنیم، اما اینکه کشور خود رو فقیرتر کنیم نه خیر، این مقاومت نیست. باند علی گدا هم میگه ما رو مسخره میکنی، به ریش عظما و مقاومت اقتصادیش میخندی، پس بگیر. پاییز برگ ریز اقتصاد. میزان رشد نقدینگی کشور طی سال 93 نزدیک به 22.3% بوده که حجم آن را به حدود 800,000 میلیارد تومان رسانده و یکی از ناکامی‌های اقتصادی مسئولان دولتی در تحقق وعده‌های اقتصادی را به تصویر کشیده است. 2 شاخص متداخل دیگر کاهش سطح تولید و اشتغال در کشور است. وضعیت تولید در کشور وضعیتی اسفبار است. از وضعیت تولید اسفبارتر وضعیت نظام پادر هواییه که خود مهرهاش با دست خودشون اینجوری تیشه به ریشش میزنن. شاید جوونا یادشون نباشه، اما همسن و سالای موشکاف یادشونه که آخرای عمر حکومت پهلوی هم همینجوری بود. یعنی وقتی کار بیخ پیدا کرد مجلس شاه هم مدعی شد و همین سر و صدا از توش بلند شد. به قول قدیمی ها العاقل و یک فعل اشاره.